انسانیت تبدیل به حیوان میکنن. در زمان کلدایی، در شهر بابلی، گفتم در سرزمین بابل این قضیه بود، اصلا انسان رو تبدیل به الاغ میکردن، انسان رو تبدیل به شیر میکردن، اصلا شیر رو تبدیل به انسان میکردن. حتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کردن، فرمودن که لو لا کلمات اقولهن، اگر کلماتی که الله عزوجل به من یاد داده من نخونم، لجعلتنی الیهود حمارا، یهود اراده داشتن من رسول الله با این تمیزه رو نعوذ بالله خاک بر دهانشون تبدیل به الاغ بکنن. به این حد اینها میخواستن. اون کلمات چی بود؟ رسول خدا خودشون بیان فرمودن اعوذ بالله العظیم. جوانان حفظ کنن اینا رو. اعوذ بالله العظیم. این پیغمبر میگه من این کلمات رو خوندم، یهود نتوانستن به من دستبرد بزنن. جوانی که تو فکر میکنی تو رو بستن، جوانی که فکر میکنی تو رو مریض کردن، جوانی که خواهری که بیاد میگه بخت ما رو بستن. اعوذ بالله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه و بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر و باسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها و ما لا اعلم من شر ما خلق و برع و زرع. طولانی شد نه؟ جوانان میگن خیلی طولانی شد. شبهای برره چی طولانی نیست؟ ماشاءالله همه میگن، همه جا تک کلام شده. تمام اون چیزی که در شبهای برره گفته میشه جوانان ما حفظن. ولی یک خط الان من دعایی رو خوندم میگن خیلی سخته. این سخت نیست، میتونید راحت حفظش بکنید. و اگر اونو بلد نیستید حداقل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، این که سخت نبود. معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس که سخت نیست. اینها رو بخونید. پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید اگر این کلمات نمی بود یهود من رو تبدیل به حیوان دیگر میکردن، اما الله عزوجل توسط این کلمات من رو نجات داد. این مسئله سوم. و اما مسئله چهارم، فرق بین سحر و معجزه. ما چطور بشناسیم که سحر چیه، معجزه چیه، کرامت چیه، سحر چیه؟ بله البته تفاوت‌های زیاد دارن، من به خاطر ضیق وقت مجبورم با سرعت بگذرم. دو تا فرق مهم دارن. اول این که کسانی که سحر میکنن، سحر معمولا از دست انسان‌های شیطان پرست و تابع خواهشات نفسانی و پول پرست و مادی پرست به دست میاد. اینها معمولا این کارا رو میکنن. چرا؟ چون که روزی خودشان را از این راه دست میارن. و اما کرامت، معجزه که فقط از انبیا و سلام، بعد از انبیا نه ائمه، نه علما، نه اولیا، هیچ کس نمیتونه معجزه بکنه. عقیده و ایمان ما